گفت بیا اینجا. داشتم راه می اومدم با پاش آورد بالا، با کف پاش زد سینه من نفسم بند اومد. بعد من که دراز افتاده بودم زمین، با لگد گذاشت تو شکم من. بعد رفیقم گفت واسه چی میزنی؟ گفت به تو چه؟ یه چک زیر گوش رفیقم زد. رفیقم هم یه چک زد. ما با معلم درگیر شدیم. گفتم آقای فلانی، من بیرون اینجا تو رو میبینم، بیرون اینجا رو میخوای چیکار کنی؟ ناظم جلوی 300 نفر گفت انقدر میزنم که بگی غلط کردم. بعد هی میزد، بعد که من بگم غلط کردم. من نگفتم. معلم من میگفت هر جامعه‌ای یک مهندس میخواد، یک دکتر میخواد، یک نمیدونم کارگر میخواد. علیپور اونیه که توی اعتیاد تو جوب میمیره. میگید نه نگاه کن.